سلام علیکم. شما نظمی؟ سلام السلام. حیاتی بچم، خونت را اجاره دادی، درست است؟ ها. نیچ خیلی اجاره. تو وقتی دکتر همجاست در خونه هم به پول میسته. برای چی؟ دکتر یازنشه؟ نه یازنش نیست، وزیرش در باجای یازنشه. برادرم آخر ثواب هم در کار است کو. حیاتی ثواب میگیرد. مختار هیچ از گریه کردن فهمم. هی حکمتی خدا، با دارویی که داده بودی چی آمیخته کرده بودی؟ چی فرق دارد که چی آمیخته کردم؟ میدونی در درون سلرکه چی بود؟ 4 قاشقچه گریه میتسین انداختم در سلرکه. گریه میتسین؟ چرا با من گریه میتسین دادی؟ آدم وقتی گریه میکنه تمام علائم دلش میبره، سبک میشه، میفهمی؟ دل آدم دیگر چی میفوره مختار؟ عقلش باشه دیگر چی؟ این دارو با عقل نه، با گپ دل کار میکنه. ای خدا جانت را نگیرده. این دارو گریان میکنن. من نوشیدم گریستم، اما که حسنی هم گریه کرد. بزرگا میگن گریه هم داروست، آدم را تبابت میکند. سری به حاصل دگور، من چکل از این گریه خلاص شوم. ای خاک همش میگذره. برا خونت خاک تیز که بلا سنت را. اینها چیستن؟ ای خوردککوی من، اینقدر زیبایند، اینقدر شیرینک‌اند، زیبا هستند، شیرینکی من، اینقدر اینا خوشم هستند. خراکی من این خرنه خودی کرد. میدونم بیبی، این خودی که از کجا میدونی؟ در جای شما خر بود مگر؟ بیبی جان، خودی که خور هر داشت یک چیز هستن. زبانت دراز شده است، هوشیار باش، زبانت رو میبرم. مرا فهمیدی؟ فهمیدم. اول با فاطمه گل گپ میزنم. فاطمه گل بیا رفتیم، باید با تو گپ زنم. بیا از پس من بیا. مایلش زیبویکی من، ای چه خوبیک است. زیبویکی من، مایدک برای چه بسیار زیبا است. این بوزی چه اینقدر زیبا است. سوده و مرغا بیا نگه. ای آنجا خرگوشم هست. فاطمه گل دخترم، موجی گل آمده بود. مادری قمریه گفت که تو را با جمال در آغیل قپیدند. درست است؟ همین خیر شد. بیبی این خیر می شود مگر؟ دخترم هر کار شدنش ممکن. من با تو باور دارم، غمگین نشو. غمگین نمی شوم، اما چرا یکی این خیر سخن ها بر اومد؟ اهمیت ندی، میدونی کو اینجا رو دیه میگویم. از پس شفیل می سوزم، آواز تیز پهم می شود. جمال با من گوجه رو یاد میداد. ناگهان ترسیدم. بعد از این قریب بود که به زمین افتم. جمال با من کمک کردنی بود. یکی بود که ما یک جا افتیدیم. بعد از این اون دختر خبرکش ما را اومده دید. کدام دختر؟ قمریه. ها، تو دختری خبرکش گفتی، برای این گفتم. چی گپ دارد؟ هیچ چیز نه دخترم، هیچ چیز. فاطمه گل دخترم، تو حالا خورد هستی، تو نبیرم هستی و تو را میدونم. وقتی که تو قمریه رو دختری خبرکش گفتی فهمیدم تو جمال و قمری را به فکرم رشک میکنی. اینه بیبی جان، چه خیلی که گفتی نیست. تمام دخترم، بگذار این خیل باشد. اما فراموش نکن فاطمه گل، در زندگی همه چیز برمیگردد دخترم. من هم وقتی که جوان بودم مثل تو بودم، عاشق بودم. اما از پشت این با من چی هایی که نشد. کاش میدونستی تو دختری با عقل هستی، در شهر کلان شده ای. جمال کارگری نو هست. میفهمی؟ میفهمم بیبی جان. غم خوره، چیزی که گفتید نیست. از من گفتن نیکی گویی بگذار نباشد. تو غمگین نشو دخترم، غمگین نشو.
انیسا نوری قمری بیاین کوی اینجا بشینین. چی گپ شد پدر؟ بیاین اوف بخیر است یوسف. بخیرای همی بیگه حوسی میویا قمری را با خودگوری میکنه. دروغ ای نمیویان. بیدتا بیگه میویان. همی گریه کرد که دیلام سوخت. در حقیقت او گریه کرد یوسف. های؟ اوه خدایا. با خدا ما همی چی را نفهمیدم او را چی بلوی زده است. خیزین شما تیاریتون را دیدم بگیرین ما برام بینم او را چی بلو زده باشه. هنی خوش میکنم میام شما تیاری براری کار یوسف. مایلش براری کار. ای خواهرکم تبریک میکنم. تبریک دخترم. مرا نمیفوره بگی نیویان. چرا دیوانه شده ای تو؟ با خدا دل مایمنو سخت موندگی. اگر بیایم پیشو نمیبرم نوری. چرا دخترم؟ وجدانم نمیبرداره. تو مگر وجدان داری؟ اپاز یک اپت میگم دم میگیری با خدا. جمال قطعی همو دختر دیدم دلمون نمیفهمی چمو. من حاضر ایستو مادر آخیر ایستو. خواهرم اینجا جای هوا بلندی نیست. عقلت رو کار فرمون. او خواستگاری میآید بختت آمد کرد. ناموسم نمیبرداره دپا. ناموسی زنانی خیل نمیشود. چه خیلی میشود؟ این خیل میشود. جمال در بین انتخاب قرار داشت. انسان وقتی که پمیدور میخرد انتخاب میکند. همین خیل نه جمال رو گرفته دستی به دست کرده هر دویتون به میدان میروید. انا وای دختری شهری دیده از حسد میکفد. مهم خوشبخت بودن است. هم خیلی فکر داره. بله راست نگفتم مادر؟ بسیار درست گفتی نوری. انیسا تو هم گوش کن چی میگوید. گوش دارم مادر. مردها گوناگونند. آنها را نمیفهمی. همین که از دستی تو ناگهان گریختنی شدند آنها را انا این خیل قپیده سر نمیدهی. انشالله چه شنیدی؟ یه بچه اوستایی چی نزدیک اومدی؟ این ماشین رو در کجا این خیل زده ای برادرم؟ من ماشین رو نزدم این ای بی پدر زده. چی میزنی از نه؟ حالا ایست من اپم رو بیام. در پیش اوستا آواز بلا نکن. ولی خانه برای با میبینی کسی زنگ میزنه انیق کارش غلدگه. او این نوری کسرت بده که چی میگوی نوری؟ ها بنیامین در کجا هستی تو؟ در افتا سرویسم. در کجا گفتی؟ در افتا سرویسم. های افتا سرویس کی است؟ افتا سرویس خدایا توبه. افتا سرویس به سوالهای کی کیانه چیا جواب میشه خدایا توبه. من صدایت رو تماما نمیشنوم. نوری چه خیلی که آواز نمیشنوم. کار دارم با زنگ میزنم. خیر بنیامین امشب بر وقتتر به خونه بیا. الو آی باز تلفن رو خاموش میکند. ای به خدای تلفن تماما خاموش شد. ای زواد بسوزه تو باری تلفن. ای بچه این گرانات بالون هم شکستگی باشه. با این چند پول میشه اوستا؟ برادر با خاطر شما 2,500. چند؟ به خدا تو را زنه ترکن. این سومی اوستا را ما قوری پدرت میتونم کن. تاگی ماشینه در کجای ساق زده است بین یگان جای آبادی ندارد. پایان که ماشینه بفراروش. کاری بسیار دارد خودت بین. 2,500 مرا به اولاد تا پوش میکنم تا دروازه میبرم پیاده. در کار نه سازش نکن. تاگی ماشین مرا کی میبینه آخی؟ 2,500 تلفن میخرم. یازنه تلفن مهم نیست ماشینت را ساز کنه. ای کودک میمون حاضی با همین اساس دمود میکنم. تو بسیار گپ نزن. چی گپ شد؟ چی شد مختار؟ در خواب گریه داری؟ یا که خانم نهال شوهر داشته است؟ نه چی علاقه دارد؟ من کمی زکام داشتم و دکتری دهمون با من دارو داد. خیر و حکمتی دیوانه با من یک دارو رو داد و گفت که همین رو نوش این با تو فایده دارد. انا من نوشیدم. خیر تسر نقل کن با یک چیز رو با تو نقل کنم. ها گپ تمام شد آخیر. آن را خوردم و گریه هم سر شد. گریون میکرده است. همین هم گپ است. روزی دراز در نزد نهال گریه کردم. اوه یک ثانیه. روزی دراز یک جای بودید یعنی ها؟ همین خیل. سلامت باشه. تو هم سلامت باشی. خواهرش رو در اینترنت شنوندیم و ما در بیرون نشستیم. بله کارها خوبه؟ کارها خوبه مختار؟ کدام کارها خوبه؟ این خیل گپ را ما گریه کردم نالیدم. واس بروی آن زن نگاه کردم.
اوی اوی عجایب کارها کو. ها زمین کفد من برای شرمنده شدم. تو چی میگفتی؟ چی میگفتم؟ گل سحر با ما کارش رو آغاز کرد. خیر؟ انا فکر میکنم که کمی با من نزدیک شده هست. خدا گیره تو را همین قدر تیز؟ ها همین خیلی تیز. و بعد گفت که تو دیگر دختر رو دوست میدارم. گفته بودی او کیست؟ خیر؟ بعد من گفتم که من این رو برای از قمری دور شدن گفتم همین خیلی. ها بسیار خوب. بعد چی شد؟ بعد از این چشمانی فاطمه گل مثل آتش شعله میداد. باید همان وقت تو را دوست میدارم میگفتی. نتوانستم. ای خدا جانت نگیرد. چرا؟ فکر میکنی آسان است؟ تو خودت رو بدان وقتی نهال رو میبینی زبانت تو تالا میشود. برادر جان از من یاد نگیر، لازم نیست. خوبترش دوامش رو گوی. ای بعد از این گل شیرجوشی رو یاد گرفتن خواست. من باشم با او جوشیدن گو رو یاد دادم. گو باشد شتا زد، من در بالای گل غلطیدم. اوه نه هیچ جای گفتنش نیست، چون که در همین وقت وای دکتر از کو سفر و قمریه آمدند و ما رو آنجا بالای هم دیگر دیدند. همین فیلم برای همین تعبیر دکتر خیره بود. این چی علاقه دارد؟ نمیدونم. از صبح خانه اجاره گرفتنی بود، بعدی تو رو دیدن از دیهم میره و میگفت. نه ها؟ با فکرت این عجیب نیست؟ با خدا نمیدونم. میلش من او رو راضی کردم ایستاد، خانه حیاتی رو اجاره گرفت. اما نمیدونم. تمام دکتر پختو رو بیمون. مسئله اساسی این نیست. قمریه ما رو دیده گریه کرده گریخت. از پشتی او باشد گل دویده رفت. بعد گل برگشت و با من سازگار نزد. رویش رو گرداند و رفت. دور شد یعنی؟ ها گویا که گریخت. اول نزدیک شد بعد باشد دور شد. اول نزدیک شد بعد خودش رو دور کرد. تمام این رو گذار و خوبش گوی که با او چی گویم. شاید شرم کرده است. او را مجبور نکن، ترسان نشود. چه خیلی که گفتن اسبی دیوانه رو داشتن ناممکن است. اسبی دیوانه؟ دیوانه را ناممکن است. ناممکن است. این موجی تلفن همیشه گم می شود. اینجا انیخ که چی بلای دارد دخترم. چی شد بیبی جان؟ به مردک جانم زنگ زدنیم. به خوراکشان دعوت کنم گفتم. از تلفن من زنگ زنید؟ پس تو زنگ بزن. بین اینجا رقمش هست. الو، رئیس دهه گلدره شما را گوش میکند. ها سلام عزیزم، این منم نیهال. چی؟ بله عزیزم، این شام شما رو به خوراک شام دعوت کنم گفته زنگ زدم. به خوراک شام می آیم؟ مرو جمال هم بیاید؟ جمال رو نمیدونم، از بیبی هم پرسم. جمال هم بیاید بیبی جان؟ نه آید. نه او ناید میگوید. همین خیل؟ میلش بگاه وا میخوریم تا باستید. خاله سلطان گفت که جمال ناید. انا دیدی گفتم که از من خودش رو دور کرده است. جمال برادرم غمگین نشو، من بگاه این رو حل میکنم حتما. میلش ای زبون تو تلا نشده؟ با خدا تو راست گفتی. انا میبینی با تو گفتم که حکمت خدا بیهوده نگفت که تاثیر داروهای اوست، هیچ چیز نمانده است. سبسته نگو. من رفته لباسهای توی راکم رو اتو کنم، کارم بسیار است. بازیم باوریم نیومده است که داده مرا اجازه داد. مرم باوریم نمیآید. ای بگه اپای قمره خوزگوری میکنه. خیلی دیدی چه خیلی علاوه چشم جمالا گرفتم جیگرک. ای ترسی مرا خوزگوری میآید. دیدی ای دستی مد اوله دشمن اشتی کرد. همه ای کارت کردی؟ اوه اصلا که شیرینه که بامزه. در همین دنیا که مطرح میگم یا که تمره دیگر روح نیست. چه تمره؟ رفتیم. یک چیز نشون بدم هلال. چی را؟ سورپریز عزیزکم. نکی دادم بو مرا بینم میدونی که عصبش ویران میشه. هم قمی ترسم که احتیاط کردن در کار. گب نیست سلام. رفتیم.
مرا گوش ترکا با این تلفن ویدیو صورت نون و نمک روی کده میشه؟ ها میشود یزنا. با این تلفن خریده شما همه کار میشود. ای گودک بسیار گپ نزن که با این تلفن در دهنت میزنم. یا خدایا گویا که من نمیدونسته باشم. همون سوداگر چی گفت؟ صورت نون و نمک گیری روی کده میشه. یا خدایا یزنا چی میگوی؟ ماشینت رو بین چه خیلی بزیب رفته ایستاده است. من ترا شاعرانه جواب میگم. نیمی دنیا گشته با ماشین ویران و ولنگار لیک آزاد میروند. ماشین من همچونه این است گرچه در چشم رقیبان شعری من معنا نکرد. فهمیدی ابله؟ بچه خسرو بچه مربی دستی بعد از خطی عروسش در رای کلان در روزی روشن رفتیسته روتسیا دیدم بوده که بفرو ترکن سب سرخشینانه بیچرای با فکر میزو کشیدن. وای 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 خسرو بچه من قطعی دختری عمکی حسنی خشالی داره نه؟ بنال پیاده راه گشتن خشالی یزنا. مقصد ناپاک تا بگو کمال مردک یزنا ماشین تنمیتی کمتر سواری کنی. عیب نیست که ینگه تا پیاده بردیست. بچه ما ماشین خسرو بچه ما بالا نمیدونیم. من کلیدیشه گیری تا لیکن ایشاس بالا های نکو که هی پسی درخت ده گایوی واسه گونه قپانتا. یزنا گاب نیست. برا سور شو چی نگوداری؟ ریمینتو تو نبانده. گازش بزن که گاز نداره. گاب نیست. کسی گمشه؟ مالخه یزنا چی میگوی؟ برای که کمال ماشین رو میدهی و چرا برای من نمیدهی؟ با از زبان شاعر جواب بود میگم. چند مرتبه به تو ماشین ما رو دزدیده ویران و ولنگار کرده ای. گمشه اگر بخیدو مرا تو بیزار کرده ای. وا دریغا عمری رفته برنگشت. گمشه سگره که علمام بیدار کرده ای. مرا کی گفت همین ماشین بته؟ اوه یوسفانه امروز در خانه میششتی چی میشد؟ چرا با زمین رفتی؟ با جای تو من شرم میکنم. زنک هر خیل گرد نزه. این پیشنیاد حسنی خودش کرده است. ما این پیشنیاد قبول کردیم 20 کاری خوب کردیم ده. اوه مردک خوشبویی منه. آوا بریز که چشم با سوخته گرفت. میریزم چیزش که یه حسنی خیز از خواب داخل. مادر ما با حکم نگفتیم. او خبر ندارد. با او زنگ زدی؟ نه حالا ایست. اول پدرت به خود آید. حاضر کرد میوید. اگر ناوید دعوتش میکنیم. هیچ تصور نمیکنم که بعد این با ما چی میشود. حسنی خیز شام بخیر. جمال جون بیا کو شامت بخیر. بیا اگه تو نمیرسیدی. میایم. چیکار میکنید؟ معیشت میکنیم. چیکار میکنیم؟ منصور ای یگان تا سرود درباره عشق بی جواب خوان. سوی صفت ما دیگر هم سفرت نمیشم.
در بدرم ز عشق اگر زاری درد نمیشد دیده و دل کشاده و در خط دام دل شده سید و بغرد و دیده هیله گرد نمیشود گفتی با دل شرر تویی بینی غم دیگر تویی از شرری دلم مگو من دیگرت نمیشم باری خیال عشق رو تاری عصب نمیکشد گنجی زی دست رفتیم دردی سرت نمیشم تو چی سوسه گشته سعی برای در یک جا بشی؟ ای نه پدر همی قاقمم گرفته کی؟ اینجا یکم جای غمگین شدنش نیست. با خدا پدر جان خود من نیودوب نیست کرده استودم میگوم امروز ای که خشبو شده کمتر انتظار شو دخترم مختار حاضر می آید انا آمد شام بخیر خوش آمدم شام بخیر خوش آمدید جناب نیازی خوش باشید ابو در دستش گل با شکلات آورده است من رفته به مردکم قهوه میکنم ای بی بی جون اول تاام خوریم بعد رفته قهوه تون رو تیار میکنید میلش گویا او را خودکاری اومدن بیهوده نیست من اینها رو گیرم مرحمت رحمت بیبی جان برای شما مرحمت شنید تشکر خانم قشنگ شما هم شنید حسنی خیر خیز از خوبت خیز چی هم شد؟ اومدن ای توتی میانم بتون شخ شده رفت با خدا خودمانم عیب کردیم من گفتم کو او بریز خیز از جویت ما باید تیار شویم تو یگونجو رفتنی؟ خودت گفتی که قمری رو خوزگاری میرویم کو؟ بله از فکر میگردم او گپ زبانم ای پیش خودش گفت او گپی من نبود یگونجا نمیریم چی نمیروی؟ تو وعده دادی کو ها؟ نمیرویم هیلا در کجاست؟ او رو گفتی رفته سیر و گشت کند او گپ زبانم گفته گیای برا فیرادش که دستر مایلش پدر акай ҷалол занг мезанад лабай акай ҷалол الو هلال پدرم به خود آمد تو را بپرسد در حال به خانه آید میگوید майли акаҷон на ҳозир миём уф камол тиз ки мара хона бар ки дадам пурсидеста мекашам уф қаврма мекана ба худо ай тормоз нахапӣ инам сабкирушика кашида ту чӣ кор кардӣ камола тормозош нахапид ба худо уф таги лавам кафидай ба худо ай ин лави тирам пури хун шидае камол هلال بیا خونتا میخرم камол ту девона шидай ман дар ғами ким ту дар ғами чим чӣ уф дада мара мекуша камол هلال
برای رفیقم بودنش نمیگویم، اما جمال بسیار آدمی خوب است. هم شما با او کار کردن را آغاز کردید، با او خوبتر شناس میشوید. درست میگویید. اگر در یگان مسئله با من یاری لازم شود، همان زمان او راه حلش را مییابد. نمیگذارد که فکر کنم. پیر شوید جانم. پیر شوی مختار. شما باشید کم پیر شوید. انشالله. حاضر شما برای آن دختر خانه اجاره گرفتید؟ در ده یگان خانه برای مهمان ها هست؟ نه جانم، کسی که از شهر میآید در اینجا خویش و تبار دارد. دختر که خویش و تبار ندارد او را در خانه‌اش حیاتی جای کرد. در کجا بوده است؟ حاضر میگویم. جای کارم است کو، یعنی در مرکز. آنجا همیشه راست میروی خانه ها هستند کو. یکمش نه، دویمش در چاره های کلان است. گرچه دکتر از اینجا میروم گفت، اما میبینیم چی میشود. با کجا میرفته است؟ به یگانجا نمیرود. اول باید دندانهای ما را تشخیص کند. یا خدایا، من بسیار خوردم، یک کمی راه گردم. میلش دخترم، رو دخترم. میلش. پیر شوید جناب. به شما اشتهایتان خیر. شما هم کم پیر شوید. تو ما را خواطر کرده ایستاده ای ها؟ یگان ویروس نداری؟ نه، با فکرم شمال خوردم. من داروی زور دارم، حاضر به تو میارم. کمی انتظار شو، حاضر میارم. البته انتظارم. در گلهای آوردهت گپ ندارم. آهسته. احتیاط شوید. میلش؟ هم نخور مردم جان. با حالم نخندید خانم نیال. با خدا مشکلی سخت دارم. او مرا شوهری خودش کرده است. چه خیلی از این خلاص شوم با خدا نمیدانم. نیال جان، شما شوهر پاور دارید؟ نه شوهر دارم نه پاور. بختم آمد کرد. شکری خدا. خوراک رو میگویم بسیار خوب است. دستتان درد نکند. باشتان شود. هر کس قدری ما در آن نداند، همه دنیا به او لعنت بخواند. چون شیرین است ما در بری فرزند، چون شیرین است ما در بری فرزند. کسی ما در ندارد و بداند. به ناموسا هر شب همینجا جمع میشینه، یک بار دعوت نمیکنی نه؟ بیا سرداری به ناموسا، بیا همین تو نمیرسیدی. بیا گذر. بنیامین بیا، تو در همین جا نمیرسیدی. بیام به خدا. بیا خیلی باشه اینا میبیامودی. ترکن تو اوست خانه برا. ما همینجا بچه‌ها که کم دم میگیریم، تو برا گم شو. نوری را بگو ما همینجا ایم. بنیامین خونه داماد شد حیش شد. او خنک باشه یا که گرمه؟ بیا قدر خنک نه. بنیامین بیا اوسط فویزه. یا وانا یک مثل دارن که اگر شناور نیستی پا بر لب دریا نمانه. ای بچه او خنک بین این بیرون بشینه. بیا گفتم که او به قدر خنک نه. بیا بچه او خنک بوده اینه که انیق شما پراستاتیت میشین صغیرو. بینواز منصور برادر، بس کن آخر جمال. علمهایت که بیدار شد در حال با اینجا میوی. بس است. اینا بنیامین زور تاولک بنوازد. اقلا او تاولک نوازد موسیقی رنگی دیگر گیرد. صدیق به خاطر ما وردی. در جوانی هم تاولک زن بودم من. اینا به انم قاشقا تاولک میزنم. میشه من؟ یعنی بنیامین سر کن. های سرش میکنی. ولی میره اول بلیسم. بس شه بچه. شعری دوست داشتم من وقتی منصور. ولی به قاشقا رو بقدم. اینا خیمه خطی. ماشا بنیامین. اجانا بخیر صدیق برقصه؟ او چرخ و فلک مرم چرخ و مردی ای جان شسرته اوی کلوبی بدم مرم بلخ و مردی اوی کلوبی بدم او بشیرین میخوردونه اوی گشتم مرم بگابی تلخ و مردی چینو 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 زلو چینو 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 خدا بزن از صدیق احمد دیباسم ترشید شرمنده کردی بنیامین. ای تلفنو می به خدا نو خریده بودم تلفن. به خدا گیرون نمیشوه. ای بچه
Чо када боша ин телефонака? Ҳовуш дурума чӣ? Правда, боли печкаи хонатон мониш соз мешавад. Шумо масхара кардастен, медонед ки ман яра кредит гирифта будам. Маҷбурам бо алиф сармоя бурам. Бия. Ман туро ба хонаат мебарам. Рафтем. Ба худои рабби ягон ҷои баданам қоқ нест, ҳама тара. Ахмақ шудам қати шумо. кӯшки хона мерафтум. майли биномин бо биё. Як бори дига ман ҳамиҷа биём нома. Буро бине. Ба худо шарманда кардӣ. Аго бегӯ то ҳамин вақта дар ҳамиҷа даем биё. Ибрек муше. ай падар, ин ҷамолшона омадан ку? شاید زن میزنه. چی بزن؟ اونا باید خودشون بیاین، ما زاریوا نیستیم. کمتر ناز کردن در کورا. ای پدر، ما چه خیلی ناز میکنیم. سحری مجبورشون کردی که خواستگاری بیاین کو؟ ای دختر، تو حالی هم نفهمیدی ها؟ اونا خودشون گفتن. یک وقتا قطعی همو جمالت ما را بیزار کرده بودی. نمیگفتی که زنگش بزن. با خدا مرا آچم راضی کرد. اگر نه ایران گروی جمال بیزارم. او تدت چی گفت که؟ مانه چیز مردان جان، گفتم که به مردان اگر آزادی دهی آنها در یک دقیقه هوپ بکرده بخور میشوند. راست گفتی. بعضی مردکای نامرد هستن که در رو میگریزن، بعضیش رنگی من همی سوانش میخپن. تو چی کار میکنی؟ حاضر من در پشت تو داروی شفا بخش رو میمالم، بعد اون رو با گازت میپوشم تا صبح ویروست نابود میشود. در کار نیست خالای سلطان. تو خاموش شو، من زن هستم، شوهر خودم را تبابت میکنم. صبر کن. وقتی خودیمون مادرم چنین میکرد در حقیقت فایده دارد. مسخره نکنید خانم نهاد. مسخره ندارم، در اصل فایده میکند. تمام شد؟ ای خالای سلطان یخ کردم، اون کفتم گرم نکرده نه. ای باید یخ کردم خالای سلطان. البته یخ میکنی، آب خنک است از این سبب. ای خدایا یخ کردم خالای سلطان. یه وحیمه نکن. تمام خدایا پشتم یخ کرد. تمام شد. فایده میکند، حالا میبینی. خوب هستی؟ خوبم. سلام. سفر باید گپ زنیم. من با تو یگان گپ ندارم. من دارم اما تو مرا گوش میکنی؟ با خدا یخ کردم. نخود آدم ایخی بیرحم باشه. جمال اینجا بیست، این طرف شقت ترکم میرم. اما شب بیست، با دقتتون تشکر. نمیارزه. این نکته یگان بار فراموش نمیکنه. مایلش خواهد. بچه نسکی ما فراموش کردم. مایل جمال جان، یگان خدمتش زنگ بزن. مایلش بینیامین. چو کدی از نه؟ من با آب افتادم و کودکی احمق مسخره داری مرا. گمشم. خوش به حالی ماهی که در آب طاقت میکند. مردم در خون که باشه. گوش کن سفر، تو خطا فهمیدی. چرا خطا فهمیدم؟ با چشمانم دیدم. اون چیزی که با چشمان دیدی اون گونه نیست.
به خاطر حادثه گذشته من به احساسات داده شدم. تو برای حادثه‌ای که ندیده بودی قرار دادی که من گناهکارم و مرا ترک کرده به اینجا آمدی، اما من همش رو با چشم خودم دیدم. میخوایی که من از تو نرنجم؟ سفر تو خطا کرده ایستاده ای. برای همین رفتنت بهتر است. اگر تو رو در اینجا بینند همش رو میفهمند. از یادت رفت ما بازی داریم و این بازی فکر تو بگی. شام خیر. از این روزای در به در، از این روزا، از این شبای بی ثمر معلش من میروم. به خاطرات رفتم اون روزایی که تو جا گذاشتی پشت سر. اما من به تو اثبات میکنم که چیزی دیدت نادرست است. دیگر کندم رفتم باره آرام آرام آتش به دلم زدی انشین که خوش آمدی رویای من. شامتون بخیر. تفلامو بگی. در این نصف شب در کجا میگردی؟ این چی حال است؟ من به تو نگفتم که بر وقتتر بیو. نوری تلفنم ویران شد. با من نگر. تو به بحر افتادی؟ من نافتیدم به بحر، لیک به دریا غرق شدم. تمام، او را گذار نوری. رفته لباسات رو عوض کن. کمی پس به خانه مهمان می آید. او کیست که مهمان می شود؟ جمالشان با مرا خواستگاری می آیند. ای بیخبران، جمال نو با من بود. او مرا نزدی خانه آورد و کرد خوشنود. چی؟ چی؟ ما را احمق دارن چی بلا؟ کوم همون حسنی در زنگ زنو می آین یا نه؟ بیزار کردی یوسف. الو هی شما همین خمری در افسقالی می آین یا نه؟ همین بگه؟ ها ما ای بگهی نگفتم کو. یکم بگهی دیگه می آییم. راست گپ آمدنی بدم میترسم که ویروسم نگذارتون. در دیلم زدین متامو. او چی گفت پدر؟ یگان چی نگفت. یگان بگه میایم گفتن مگمون کم که همین بود. ای بخدا ما تقدیر ندارم. این دختر دیوانه شده است. راستی گپ من گوش نشیدم، ورنه این نان و نمک در همه جا بسیار است. خدا جزایت رو دهد. این چی است؟ با پدرت چی میگویی؟ اوچا مخما گم کردم. باز دروغ میگویی؟ گوش کنه اوچا، با خدا که داینم جو گشته سبودم که یکی دامو وقت دادم زنگ زد. دامی وقت را ما گم کردم بشخی. غلطیدم لبم کفی دای. پدرت با این باور میکند. ای دختر، از حجرت نبرو که اگر پدرت تو رو بیرن زندهت نمیگذارد. دانسته باش. مرا دیوانه میکنی.
هلال کجاشی؟ کمی خوب کند مردک، خسته شده است. شب درو در کدام قبر بود؟ باری اول به بیرون برآمده است. به زمین تنها. خیر. برای همین گم شده است. خیل. به جنگل رفته گم شده است. بکجا؟ به جنگل. بکجا؟ به جنگل میگویم. کجا؟ جنگل. او در جنگل چه کار میکرد اساس من با اون نشان میدیم. نشان میدیم. حالا ایستا. خلی تو. هی مرا نگاه کن. نمیتونم دادا. چی کار کرده یکی نمیتونی؟ آروم شو حسنی. سرس مرا ایسا نگاه کن. نمیتونم دادا. در این صبح چی که پس اینجا؟ ای دختر مرا نگاه کن. ابو. هی چی ابو میگویی؟ با من فهمونه چی شده است؟ در اصابان بازی کرده استی. کنی فهمان با تو چی شده است؟ یگون چی نیست دادا؟ کم ترک لبش کبود شده است. چی؟ تو را در جنگل چی بالا زده؟ کمتره کبود شمیه؟ با تو چی شده است؟ تمام حسنی گفتم که باری اول با بیرون برآمده است. برای همین راه گم زده است. ها دادا خطون اجازه دادن کو؟ زنک شرم نداشته با گپ میزنی ها؟ نزدی مادرت بیا. اینجا بیا دخترم. نزدی مادرت بیا. بری گوشه هر دیتا اینجا. بناموس تو اینجا بیا. مرا گوش کنین. چیزی را که من دین اجازه داده بودم دیگه اجازه نمیتم. مرا فهمیدین؟ تو مرا گوش کن. بلوی دختر چی شده به ما فهمیده گپ میزنی. اما پدر را با تو نشون میتون. انیق میکنی که بلوی خواهرت چی شده بعد مدام میگوی. ابو بچه جابیو این ماشین زدگیه کو؟ جوش زدگیه؟ یا بور بیو بینه قفو سختی با زدگیه زدگی نبود بیا رفتی بینمین گفت که ماشین 100% کو؟ بچه زدگی بوده بام پیشوی تو رو گریب کردن کو؟ این همه شکستگی است کو؟ زدگی نیست؟ البته زدگی است نمیبینی چه خیل زدگی است اینه نگاه کن. سلام علیکم تنجه بچه علیکم سلام بیا کو فیلم این ماشین زدگی بوده است کو؟ نه دیدی تو این ماشین زدگی در به ناموس ابله استغفرالله بچه برای هم ماشین همه خیلی گپ میزنی مگه زدگی هم باشه که موتورش 100% به خدا بچه وقتی که من ماشین ایمار گرفتم بینش دو بولک بود سوارکش کردیم گشتیم چی نگفتیم دیگه رودم نگفتی که رو بحث رو گذرونی ها به ناموس یک دقیقه یک لحظه بچه این خیلی گپ زنی ماشین مرا پس بزدی خیلی هم نمیشه برادری کاری مجبوری نیستن معقولت نباشه ماشین کلیت ماشین تا بگی کلیت ماشین ما بده کلیت مرو ما کلیت رو در شویده همین مردم ماشین تو سلامت دادم ماشین ما میگیرم ای بایا برای پیش ماشین ما تو بیتار فریم نکنی یگون جای عبود ندارم برای اوشو گپ زنی دو احمق بودم بوده بینم فکرم از پسش کم از زدگی است من خوب کردیم دوست کردی ماشینی من باور کردم رو داشت رو رنگ کردم اونو یه های که برای اینجا این خندر بوی بد میکند. جلال تو نفهمیدی که اینجا بوی بد میکند. بیا در اینجا مون یکا بیا منتفون رو در اینجا نگذاریم به خدا که در اینجا بوی بد میکند. چرا بوی میگیرند؟ آنها برای من در کارند در اینجا. برای چی در کارند؟ گل گفت که اگر گاه ها موسیقی گوش کنند شیر بسیار میدهند. میخیل گفت پدرم چی میگوید؟ جلال پدرم نمیفهمد. این بینمون میموند بینمون. مایلش خودت میدونی. اکا با خدا من فکر کرده نمیتوانم که این کمک کرده میتوانم. خوب مرا بگم نگیر تو رو من رفته فاطمه گل رو به اینجا میارم. اکا حال هم فاطمه گل میگویی خونری زیبا رو مونده. دمت رو گیر خاموش شو دمت رو گیر هم تو هم پدرم همیشه مرا خاموش میکنه. من رفتم. چیکار کردی؟ با دندون درد داره؟ ها امی قدر میکند که نیکی دردای جمال ای سخترن. گوش کن محوزی ترا پیش هم دختری دندون میبرم یک پلومبت میزنه 100% میشه. ها
او پدر ما بل میگم شما تیشه میگید. ما میگم که درد دارم که زی درد دندان بدتره سختره. دختر مطرح تو فهمیدم. حسنی یک روز افسا قولید میایه. او حسنی وعده داد. هم او هیچ وقت وعده خلافی نمیکنه. گوش که ما یک کار کرده همو جمالا بات خانه دار بکده. خیز پیشی دخترت برم پلون باد بزنه. بیا خیز من نان رو بریدم. گیرید بخورید. زردینه من تلویزیون شرامون از اونه که با این بازی میکنی رفته با حیوانهای زنده بازی کن. اما یک شرط دارم بیبی جان. شرط داری؟ چی بوده است؟ من با این بازی کردن رو با شما نشان میدیم شما این رو بازی کنید. من رفته با حیوان ها بازی میکنم. مایلش خیلی نشان ده. تمام با شما اول پشته میکشیم. پشته میکشویی؟ این طور باشد رفته یک کنورت میارم. کنورت چی لازم است؟ مکتوب مینویسد. بیبی جان نه، این آخر پشته نیست، پشته الکترونی. یگان کنورت لازم نیست. لازم نیست. صبحتون بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. گل آمدم که تو رو به آغول برم. نه من نمیروم. چرا؟ برای سورپریز دارم. در آغل چه خیلی سورپریز جمال؟ ها خاله سلطانم، گل دیروز یک چیز خواسته بود همون. او نمیخواهد. بین نمیخواهد. رو پسرم تو با کارت مشغول شم. خیر تو بازی. این خیلی باشد. پس بعد و میخوریم. تو باشدید. باز چی شد؟ این چی حال است؟ گل این صبح با من به آغل رفتن نخواست. همه چیز تمام شد. هیچ چیز سر نشده بود که تمام شود. همه چیز سر نشده تمام شد. آن دکتری دندان است که انیق عیبی او است. از کجا میدانی که عیبی او است؟ دیشب دیدم چخل گل از خانه او میبرآمد. خدا جانش را گیرد. همین قدر زود؟ ها همین قدر زود. آنها دیدی؟ روزی دراز در گردش گشت دوستت میدارم نگفتی؟ یک کسی دیگر آمده دختر را آب کرده گرفت. چی گفته بودم جناب جمال؟ تو باور نکردی. گپایم را فراموش نکن. وای دختر گاو است و تو چوپان. مختار تو دیگر کار نداری جوره؟ گل رو برای چه گاو میگویی؟ برادر سخنان من خطا نیستن. من آدمی سیاسی ام، یعنی سیاست مدارم. با احساسات دادن نمیشوم. نه باز خطا کردی. از روی حسدم میگویم. از حسد میگویم، از سیاست میگویم. تو خوبترش بگوی که من باید چیکار کنم. با عقلم یک فکر آمد. با نزد دکتری دندان رفته گپ زنیم ببینیم چی گپ است جمال. خوب با کدام بهانه میرویم؟ آخر او به خانه نو در آمده است. او را با این تبریک میکنیم. هم او درباره کابینت نو گپ زدنی بود. آنا بهانه چی خیل؟ بسیار خوب. بسیار خوب. اولی جناب. به خدا تشکر زیاد. شما را زحمت دادم. چه زحمت؟ این کارو برای دختری مو زحمت نیست. دختر گفتم دخترم با یادم آمد. من یک دخترچه دارم. دندونش بو میکنه. نیکی پیش دختر نمیره و قدی اجلش میترسه. تو خود دختری دندانی کو. او را در همو خونه نمیشه و پلمباش بزنی. قمریه دختر شما است؟ تو را کجا میشناسی؟ در دهه شناس شده. در کجا شناسیدین؟ شب گذشته در نزد دریای دهه با آنها نشسته بودیم. او باز 2 خواهر داشته است. با آنها هم شناس شدم. توبه کنم خدا. خیلی بگو. چی شد؟ یگان پرابلم است؟ نه جونم. چه پرابلمه؟ پرابلمه نیست. این خیلی باشه من رفتم. برای جرغات. برای کار جنابی رحمت. چه خیلی داماد. داماد؟ چه خیلی داماد؟ شما قمری را خواستگاری میوین. این از کجا برآمد؟
پدرت وعده داد که دیگه بیناموسی نمیکنه. ای امکی یوسف، من از این گپ ها هیچ خبر ندارم به خدا. اگه خبردار شدی برای خطی پدرت گپ زد. هم خیلی؟ ای پدرم چی فکر داشته باشد؟ از کجا میدونم؟ از خودش بپرس. خوش آمدید. خوش باش. خوش باشید. جناب دکتر، شما چی خیرید؟ خوب هستید؟ خوبم شکر. با شما خانه نو مبارک شود. خانه نو گرفتی آمدیم که به تبریک آمد مبارک شود. سلامت باشید. بعضی آدم ها از ما پیشتر تبریک کردن. جناب یوسف به من جرغوت تیار کرد. از شیری از جمال گرفتن. همین خیلی خوب. جناب یوسف یکم شده تبریک کردن آمد. بله. از او پیشتر یگان کس نآمده بود؟ نه. دین شب یگان دخترک تبریک کنی نآمده بود؟ نه یگان کس نآمده بود. چرا باید یگان کس می اومد؟ نه جانم، ما همین خیل همیشه میپرسیم. این در ده همون انعنه شده است. از همه میپرسیم، به ما اهمیت ندید. برای ما همه چیز عجیب است. مثلا آنها چیستن در آنجا ایستادند؟ آنها چیه؟ آنها پروتئین میباشند و در پیششون گنتیل است. پروتئین بوده است. این پروتئین برای چی بوده است؟ چیکار میکنن؟ برای بقوت کردن موشک‌های دست. با این چه خیلی بالا میشوی؟ مسکلچه ها تبین پروتئین خوردن گیر. نه رحمت، من به این احتیاج ندارم. آنها را شما قاقله ها خورید. قاقله گفتی؟ این را قاقله ها استعمال میکنند. آنها قاقله که هستند اینها را خورده زود ورم میکنند. چی؟ ضرر دارد. ضرر دارد؟ چی ضرر دارد؟ کجایی شنیده بودم که برای مردم این چیز خطر دارد. میفهمید؟ خطر. پروتئین مثل خوراک است. داروهای ضررآور دیگرند. یگان پرابلم داری ها؟ نه برادر جانی من، خواستم که شما این رو دانید همین قدر. اما شما مثل دیواری نمکش با خود کشیدید. تو چی جمال خودت یگان بوق هستی ها؟ یعنی شما که با خودتون باوری دارید، من هم البته با خودم دارم. به خدا همین خیل میزنم که به خلاصگر زار میشوی. دو جنگاور با میدان میبراین، با مقابل یکدیگر میبراین. لا اله الا الله. دو یگیتی اصیل با یکدیگر میجنگن. ماشاءالله. آخر برای چی شما مرا زده ایستادید؟ جناب دکتر از من نرنجید. شما چنان بحثی بلند کردید که من فکر کردم که میدان راه حل این است. در جنگ اندازی استاد بوده ای. راه حل با فکرم دست خواب کنک است. دست خوب کنک؟ چی شد؟ یا اینکه ترسیدید؟ از همین چوجه میترسم؟ دستش را چنان میخوابونم که پاهایش میشکنند. زور کو ها؟ مختار، در جنگ دوزی هم تویت کسی نیست برادر. بچه سرت را کار فرما. او دختری دندان است. تو گوارو نگاه میکنی، باری وزنین میبرداری. تو از او با قوتر هستی. نترس. نه چرا ترسم؟ نمیترسم. تا حال نفهمیدم روی حلش چی است. تمام این را با من گذار، من همش را حل میکنم. خود پرستی این دکتر را همین شکسته در زمین میپرتایم. جلال، تو را میگفتم گوش کن. چرا نگفتی که قمریه را خواستگاری کردنی ها؟ من فکر کردم که تو میدون نیستی. من از کجا میدونم؟ ابله. دقت. او این رو اعلام میکند؟ رئیس گلدره با شما خبر میدهد که بعد از نماز پیشین در میدان دیها بین پسر دیهاتی جمال و دکتر دندان جناب سفر مسابقه دست خواب کنی می شود. کسی که دوستدار ورزش باشد مرحمت بیدا به میدان بیاید. آنها چیکار کردن میخواهند؟ اپا نمیدونم، اما حتما باید به اونجا رویم. یگون چیزی بد نشود. یعنی خیر. قمری با من نگر. الو رو شنیدی؟
ها شنیدم. خی دل ما در این جای درد کفیده ایستاده است. دندانم درد دارد. جمال باشد در اوجا مسابقه دارد. خواهرم تو پروا نکن، مرا گوش کن. باید که درسی ادبش رو بدهیم. چه خیلی درس اپا جان؟ یگان کار میکنیم که در مسابقه جمال بوی دهد. ها نه اپا، این کار در حق جمال نمیکنم. اگر او مغلوب شود کتگیش نیست میشود. کتگیش نیست شود آبرویش میافتد. آبرویش که افتید از تو میشود. ها فکر میکنی میشود اپا؟ میشود خواهرم. ای کاش که انشالله بیا رفتیم. راه گرد زود دختر زود باش رفتیم. مختار این چی کاری بود که تو در حق من کردی؟ گپ نزن وگرنه جسوریت گم می شود. آماده شو، خودت رو آماده کن جنگاوری من. آی ستر خمری فقط تو نمیرسی در اینجا. این چیست؟ بقرشکه. بسیار حیران شدم. این را میدونم. در داخلش چیست؟ ها ما اعلانش شنیدم برات نوشاکی تیار کردم. من نوشش همین قبقات میکندید کی؟ نمیخوام. گیر. نه نمیخوام. ای پسر رد نکن. گیر گفتم. تا که قوتت زیاد شده با او غالب شدی. میگویند که شربت افریسون قوه میدهد. کنی این را گیر. آها کنی بنوش. نوش. آها بس است. بس نیست، همش را باید بنوشی. نوش کنی. نوش. آها شما در اینجایید؟ جمال همه انتظار تو است. خیز جمال با چشمانش نگاه کن. تو حتما با او غالبی برای رفته کنی خیز شیر بچه. این خیلی ایسی بیو تو چی کار کردیسته؟ بس کن خاموش تا ایبا نمیدونی همون کاروی پیش میکردگیتون بس کن نبود آروشم پدر. خاموش پدر آخر ما بس کنیم جوابی همه کاراتون نمیتیم. پهلوانان در میدانند. مسابقه آغاز می شود. شیران میدان وقتی که صدیق اشاره میکنند محاربه آغاز می شود. بعد نگویید که جناب ما تیار نبودیم. من تیار شده ایستاده بودم. نمیدانستم که شروع شد. باز این خیلی بهانه ها نشود. غالب کسی می شود که دستی دیگر را میگرداند. تکرار نیست. از نو کنیم روانش کنیم گفتنی گپ نیست. خیر میلش شما تیارید؟ مرحمت بشینید. باشی بچه جون شیرین نرمه باشی. جمال گردو شیرین آرخته به دست بگی. جمال دست شبش کن. جمال خودت رو به دست گیر شیر بچه. زود باش صدیق. کی بود؟ کیوش تو کشید؟ من کشیدم. یه بچه سر کنین او خیای یک خدا جانت را نگیرد بنیامین. این حساب نیست. اشاره را صدیق میدید. بیا صدیق. جمال او را بگردان. توکلت بر خدا. گردان جمال زور بزن. گردان شیرین آریمان گردان. کنی آفرین زن جمال بزن. قریب اومد. بزن دوکش خوابون شیرین قریب اومد. تلکن در تلم نکن بای میدیم. رنگی باوری شیر بچه بداشته اخرسندی درینگ بپریدی. ما برای اعتماد خرا شدیم. برای شیرینر سخت مهنت کردم در کاری. گردان بچه قریب اومد. گردان بچه جان گردان.
صدیق اینجا چی گپ است؟ هیچ گپ نیست. مسابقه. چی خیل مسابقه؟ رسخاب کنم. جمال چی شد؟ جمال بچه جان چی کردی تو؟ جمال برادر خیلی جمال و جمال چی شد؟ کار کردی با اون؟ آباشه در روشن چرا شب بابا چی شد؟ جمال دل از عشقش دیگر کندم رفتم باره آرام آرام آتش به دلم زدی انشین که خوش آمدی رویای من